به خاطر اینکه ما بتونیم یه اندازه برداری درست داشته باشیم میایم هر بدنه از دستگاه پلمون رو شماره گذاریم. بدنه شماره 1 2 3 و 4 یه جدولی رسم میکنیم که توی این جدول ما بدنه شماره 1 2 3 و 4 از این طرف هم کف به 1 به 2 2 به 3 و الی آخر.